استقل هدف از ما میاد در یوتیوب که انشالله که روز درآمد رسیدم از درآمد خب بتونیم دیست یک عزیز را کانال یوتیوب است به نام کیمیا احمدی در پاکستان زندگی نه در نظر کوته پاکستان زندگی نه خود درست خبرم ندارم امی دیشا تازه دلایف هم داده آشنا شدم عزیزا امی 2 نفر 100 نفر 50 نفر می ویدیو از ما کسلنه خانواده کیمیا احمدی در یوتیوب فعالیت مونه. سلام دوستای عزیز، خوبین؟ جمالشون خوبه؟ خدا شکر که خوب هستین. امیدوارم که در هر گوشه کنار دنیا که هستین دلشون خوش باشه، لبشون پرخنده باشه، تنشون سالم باشه. عزیزا خوش آمدین در این ویدیو نزمو. دیگه ما خبر ندارم صدایم کمه یا زیاده. از این خاطر مایک گیم نبوده، مایک دمنه موتر بود، کلی موتر گم شده، گارشی دنبالش گشتم پیدا نشد. دیگه خبر ندارم که در کجا اشتم از یاد نفتم. دوستای گل ما آمدم که یک دنه ویدیو بگیرم از این خاطر که دوستا سوال میکنه که تو در پای لایف در پرسان نخواه تو چطور در یوتیوب هم دیگه چطور فعالیت شروع ده چطور لایف ما اینا همه پرسان میکرد از ما دیگه متاسفانه ما یک دنه ویدیو تازه که در فعالیت شروع کردم یک دنه ویدیو معرفی زد کدومشتم دیگه متاسفانه به دلایل او ویدیو را حذف کردم خب همزو خاطر اگر او ویدیو بود دیگه دوستامون که سلام کرد پرسان نمیکرد از وقتی دیگه تصمیم گرفتم که خود میگن ویدیو خیلی مزاف کنم بیارم دوستایی که همین پرسان نک تو چرا یوتیوب هم ده چرا خب خیلی سواله دیگه که به مو ویدیو رو سر کنه خوبه دیگه دمه ویدیو معرفیش داشته دوستای گل ما وقتی که بچه بودم رضا بودم خب که دوستای ایران میگه خب وقتی که بچه بودم این ما میگه وقتی که رضا بودم وقتی که رضا بودم خب ما قدر دوست داشتم که برم مکتب درس بخونم قدر دوست داشتم من اینقدر دوست داشتم که اکتا شاید خواه مرجم شدک آرچه که گفته قدیما دیگه آرچه که دست پا زدم کس ما مدرسه رای نکرد همین مکتب رای نکرد ما را متاسفانه درس نخوندم آرزو داشتم معلم شنو معلم هم نشدم متاسفانه اما آرزو در دل من ده خب یالم خوب یال نمیشه که ما دوباره درس شروع کنم معلم شنو در آرزو برسونم دیگه خوب از ما گذشته دیگه همی 2 سال پیش بوده گفتم در دل میماد مفهومه خدا جانه ما کش که در یوتیوب فعالیت کنم یوتیوب خوبه دوست داشتم خب علاقه داشتم از وقتی بسه یکی از دوستا از همکارا در یوتیوب فعالیت میکرد خیلی از دوستا دیگه او وقتا قدر یوتیوب نبوده نه قدر ما خب خانما خیلی در یوتیوب فعالیت نمیکردن و طورای منفی بود که طور قدر بوده از وقت ما گفتم خب ما در یوتیوب فعالیت کنم یه چیز بگه او چیز بگه خلاصه در میل خم طورت که دلیم بود از وقت گفتم نه خیلی این فعالیت نه ما گفتم خیلی فعالیت نه بخاطر طور منفی اینا نشنم از وقت از دل دیگه ما 2 سال تشتک 2 سال امور خمه میشه دایدم بود که ما در یوتیوب فعالیت کنم از وقت جرات نمیدونستم خدایشه ترش تا امسال از وقت گفتم که در دل گفتم خب ما که میخواستم معلم شدم معلم نشدم درس نخوندم ما یال که امی دوست رو آرزو دارم در یوتیوب فعالیت کنم خب ما یال وقت دارم امی شرایط چه واسه چیکار فعالیت نکنم قد از خود خمیت کنم طورم گفتم از وقت دوستای کل شروع کردم خود با خانواده مشورت کردم دیگه خدا شکر خانواده مشکل نداره میگه خب برکم دیگه خودت تصمیم میگیری خودت زرنگی مفهمی از وقت دوستای گل ما شروع کردم در یوتیوب فعالیت کنم خدایش یاد ندارم ما از یک درس نخواندم قدر از یوتیوب اینا سر در نمیرم کم کم از کمک دوستا و از یک از فامیلم که یوتیوبر است از او کمک میگیرم دیگه این عالم چند ترشته از همکارا کم کم کمک میگیرم که انشالله بتونم فعالیت کنم در یوتیوب یک روز شونه که ما موفق شونم از وقت دوستای گل می شروع کردم فعالیت در یوتیوب دیگه بعضی وقتا لایف مییم دوستا پای لایف میپرسن که تو چطور در یوتیوب فعالیت را شروع کردی بعضی یکی کامنت میده اگه ویدیو کاپلود نه از میگه که خب چطور در یوتیوب فعالیت شروع کردی اینقدر سوال نه پیشتر پای لایف سوال نه تو چطور در یوتیوب فعالیت میکنی چطور لایف میگی هدف چیه
دوستای گل، هدف از ما از این فعالیت در یوتیوب که انشالله با امید خدا اگر یک روز ما در یوتیوب موفق شنم در درآمد برسم. اولا که خب دوستم که مو پول که ما از یوتیوب دست نیرم این کام خدا مفهمه، هم بندش مفهمه که اولا میگه خدا خودتم بیامرزه. خب دیگه همون که خودم نیاز دارم خودم از او پول استفاده کنم. دیگه از او پول آرزو دارم که از همون پول بتونم دست یک نیازمند رو بگیرم. هدف از ما ایه. خدا هزار مرتبه شکر ما در خانه مشکل مالی ندارم، نه قدر پول داریم نه مو خانواده دیگه خب کلا نرمگیم، نه قدر پول دار هستیم نه قدر فقیر هستیم، اما خسریم که بخوریم دیگه. بخشه فعلا خدا شکر خوبه دیگه. انشالله اگر روزی در درآمد رسیدم دوست دارم آرزو دارم که دست یک نیازمند رو بگیرم. فرق نه که از کدوم کشور باشه نباشه، همه که در توانم باشه دوست دارم کمک کنم. وقتی که میگم خیلی دلم پر میشه از خاطر که بعض وقتا که از آدم ناامید میشه، نمیگه خدا فرماده موفق شدم نشدم در یوتیوب. واقعا فعالیت یوتیوب سخته دیگه. آره دوستای گل، هدف از ما همیه در یوتیوب که انشالله که روز درآمد رسیدم از درآمد خب بتونم دست یک عزیز رو بگیرم، دست یک عزیز نیازمند رو بتونم بگیرم دیگه. او وقتا که بوم گم ندارم. با امید خدا با حمایت شما دوستا که واقعا ما حمایت میکنین، خدا شکریال فالوورم پرش ده دیگه. بازدید میکم منده امید در خدا می بازدید من پرش نه که ما مانیتاژ شنم او قطعا دیگه در آرزوخ میرسم دیگه. آره دوستای گل، همین خم بود که گفتم. حالا اگر بازم سوال داشتین اینا بخشی از ما در کامنت بگین، نه در لایف که اومدو بگین، بازم ویدیو میگیرم بخشیش میلوم. امیدوارم که خوب توضیح دیده شم دیگه. یالم که وش نمیرقم در بیخ لباسم باساردم رایشتم خانه دوستا یک مسافره از وقت آمدم گفتم که لباس هم جمع کنم، لباس از ما از آستانی ما هم جمع کنم یک نشقای ویدیو هم دیگرم. آره دوستای گل دیگه همین خم هست دیگه. انشالله که موفق شنو با کمک شما دوستا دیگه. عزیزای دل یک خواهش دارم اشی این ویدیو از من حالا 2 نفر سرنه یا 10 نفر سرنه 20 نفر سرنه همجا یک خواهش دارم. یک کانال یوتیوب است به نام کیمیا احمدی در پاکستان زندگی نه، در نظر کوته پاکستان زندگی نه. خدا درست خبرم ندارم. همین دیشا تازه در لایف هم در آشنا شدم. عزیزا همین 10 نفر 100 نفر 50 نفر می ویدیو از ما کسلنه خانواده کیمیا احمدی در یوتیوب فعالیت مونه دیگه. متاسفانه همین آتش که است مریض است، خود آقای از خانواده مریضه در کمک نیاز داره. اگر میتونین بخشش پول رایی کنین هم خانهش ما باد اگر توانش دارین. اگر پول رایی نگین توانش ندارین میتونین برین فالو کنین، میتونین در لایفش برین، میتونین ویدیو نشر کنین. نمیخوش که تا کمک بشه دیگه. ما دیشان در لایف از آقای آشنا شدم خیلی خونجی گشت، من واقعا سردرد شدم دیشان، خیلی سردرد شدم حتی الانم سردردم. خب از این خاطر در لایفش رفتم. بعد یک کامنت میخوانده آقای خانواده، بعد خانمش خود از خواهر از مدت پیش دوربینش دادک جواب میدادک، جوابی دوستان میدادک. ما در دل گفتم خب ما خبر نداشتم، در دل گفتم که این آقای که پشت دوربین هسته هیچ که در پیش دوربینم ده کامنت نمیخوانه یا هیچ که بلند نمیخوانه که خب همه بفهمه چون قرق نمیخوانه. در دل من آمدک بس کامنت دادم. ما گفتم که توی که کامنت میخوانی بلندتر بخوانم دوستا پای لایف باشه. از وقتی که خواهرم کیمیا احمدی همین دوربین گوشی طرف شوهر کده گفته که آقای جانی نمیتونه بخونه این مریضه. اینقدر ناراحت شدم که اونج گریه کردم. خدایش خیلی گریه کردم. از وقتی بالشتم گفتم خدای توبه که زای آمدم که شوهر گفتم ما خیلی ناراحتیم، یعنی نرقمشته ما اصلا نفهمیدم که این آقا مریضه. ما میشه کامل بلند نمیخوانه. از وقتی شمارش رو گرفتم بخشش زنگ دادم ازش معذرت خواهی کردم
پسر گفتم که در لایف باییم در ویدیو بیلم از دوستا خواهش کنم دوستا عزیز ما که هسته خب یوتیوب تازه شروع کردم دیگه یوتیوبرها منوز بار تبلیغ نکده قدر فالوور هم خیلی زیاد نیسته بیننده هم خیلی زیاد نیسته خیره همین 10 نفر 20 نفر که از شما خواهش نو لطفا خواهشن اگر کمک میتونین پول بخشی از خانواده را یکی اگر نمیتونین امی که برین ویدیوهاش رسل کنین امی که برین فالو کنین در لایفش برین امی خوش کشتر کمکه دیگه امیدوارم که دوستایی که می ویدیو از مرسل خنجقی امزی خانواده کمک کنه قدمزی لالای قداغی لالای خوش کسته در دکتر مورمه تای دوایه دیگه کمک دست اینا هم نداره که یک نفر کار کنه بیره نداره بچهش ریزه هنوز امیدوارم که شما کمک کنین دل از خانواده شاد چونه ای خانواده یا انشالله زودتر درآمد برسه از یوتیوب خوب اما اگر توانش داشتین پول بخشش را یکین خیلی خوشحال میشم ما خودم فعلا همیت دیستیم برمایه که در لایف خوی خانواده معرفی کنم در دوستا دیگه دوستایی که کمک نپای دوستای پای لایف ما پای لایف نفر زیاد خب همچنین دوستا که خواهش کنم هر کی میتونه کمک کنه در خانواده کیمیا احمدی کمک کنه در پاکستان زندگی نه دیگه دوستا بخشین قدر تو را گفتم سرشون در نیرم گفتم کمک ناراحتم بودم دیشب تا حالا از خاطر که می پای لایف واقع رفتم از وقت از بعد خدا ناراحت شدم دیدم که لاله من جانش خوب نیسته ناراحت شدم سردردم شدم از وقت گفتم خیر اگه ویدیو بگیرم خود خودم معرفی کنم ما هدف ما چیه که در تو فعالیت نم هم خانواده کیمیا احمدی معرفی کنم که دوستا حمایت کنه دیگه همکاری کنه همیاری کنه خدای خانواده مهربان تشکر از تک تک شما عزیزان که به ویدیو از مرسلین که ما را میرقم حمایت منین خدایش ما چند تا خواهر از برادر هست خیلی ما را حمایت نه وقت کامنت هاش رسال رو میخوانم یعنی انرژی میگرم خوشحال میشم تشکر از تک تک شما عزیزان دیگه ایشم بگیم راستی دوستایی که ما را حمایت نخواد چه در ویدیو باشه چه پایلایت باشه اول از خدا مانیتایز شدم نام از یار میگیم نامش نوشتن دنه تک تک از اینا ما تشکری نمو که واقعا ما از حمایت اینا از تشویق اینا فعالیت خودم پیش مبرم یعنی انرژی میگرم دیگه دوستا سرشون رو درد نیرم تشکر که تا اینجا ویدیو قنجقیز نبودین تا ویدیو بعدی شما رو در خدا میسپارم امیدوارم که همیشه خوش باشین سلامت باشین کنار خانواده خود از خدا میخوام که همه انسان های روی زمین دلش خوش باشه در هر جا که زندگی نه تا ویدیو بعدی دوستای عزیز خدا حافظ موفق باشین دیگه ما ویدیو رو ختم کنم خدا نگهداری همه